سلام و درودی به پایان نثار یکایک شما زبان آموزان گرامی. سلام و درودی به پایان نثار یکایک شما. خواب آواز هست، یک آواز را سنجیدیم. زبان آموزان گرامی. مدینه سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. مدینه چی حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ آموزش کدام زبانی انگلیسی است. زبانی انگلیسی. دوستان گرامی معذرت که کامنتاریا دیرتر میرسد ماده، با همون خاطر اگر کمی دیر جواب بدیم معذرت. نه، کامنتار بر وقت میرسد، آواز من دیر میرسد شما. یعنی من وقتی صحبت میکنم آواز من شما در شاید بین آواز و نوشتن شما چند دقیقه فرق میکنه. خب کی باشد درباره درس پرسیدن؟ درباره درس یعنی جدول درس های آنلاینی مو اینو هستن. دوشنبه پنجشنبه گراماتیک زبانی انگلیسی است و سه شنبه جمعه زبانی ترکی است، چهارشنبه شنبه زبانی روسی است. عزیز بابایف کدام درس می رود؟ درس زبانی انگلیسی. خب مدینه شکر خدا همه نغز. خب همیشه خدا کنه نغز باشین. دسترخوان زیبا سلام و علیکم سلام، خوش آمدین. دسترخوان زیبا چه حال دارید همه کسا؟ شکر خدا خوبه. دویم لایک، تشکر زیاد مدینه، چخیر نغز. خب عزیز بابایف میشه واساز شهزاده سلام علیکم معلم، من از شما خفنی. من ازبک. خب با همون خاطر ما گفتم که اینجا جای یعنی درس گذاشته با جای ملت چگی یگون چی نیسته، فقط با خاطر که یکی اگر مثلا تاجیکی را که نفهم من کدام دوستانه یعنی میتونیم که قدر خوبم نمیدونیم زبان روسی رو، لیکن میتونیم که با زبان روسی یا که با زبان ترکی با بگیم که بفهمونیم. خب خوش آمدیم بار دیگر شهزاده. مدینه ساعتی آنلاینی زبان ها ساعتی چند سر می شوند؟ ساعتی 8. اینا در اکران آمدگی هست یا نه؟ ساعتی 8. ساعتی 8 چی بر آمده؟ بله ساعتی 8 با وقتی مسکو. خب عزیز بابای کدام نتیه نباشی خلق ده یادم درست شد. بله در زبان روسی یک ضرب المثل است، اگر خطا نخونم یعنی خطا نکنم، اگر
خب میگه که не бывает не бывает плохая нация, а бывает плохой человек. یعنی قدر در یادم نیست چه خیلی این ضرب المثل، اما یعنی مقصد دیگه که یگان ملت بد نیست، فقط انسان ها بد میشوند. یعنی آدم ها بد هستن. یعنی در هر ملت مثلا آدم خوب و بد یافت میشود، اما ملت با پرگی آدم بد دانسته نمیشود. شاهزاده توجیکی هم نقض میدونم بمالو. خب بهترین سلامت باشین. بلکسی سلام اکا سیم لایک. و علیکم سلام، تشکر زیاد، خوش آمدین بلکسی. خب دیگر میگذاریم با کتاب. وقتی شما رو نمیخوایم زیاد بگیریم، فقط بار دیگر تکرار میکنیم که کامنتری های شما، آوازی من بین کامنتری شما یعنی خیلی فرق میکنه، 2-3 دقیقه فرق میکنه. بنابراین ما مستقیما نمیتونیم که تمرین ها رو با هم کار کنیم. خب میخونیم، میریم کار میکنیم و در اخیر میتونیم که شما یگان سوال دهید، یگان پیشنهاد کنید، یگان مثلا دیگر مثلا باز کنین ملت چی گری را در گرمن یمن چه نوشتن که کورشید که عزیز بابایف. خب موضوع درس امروزه همون موضوع present simple present continuous است، اما برای چی این سه کلمه رو در اینجا آورد؟ سمیه تجیب رسی. السلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین سمیه تجیب رسی. چرا این سه کلمه رو در اینجا آورد؟ به خاطر که این کلمه ها یعنی در چیز داخل نمیشون، در زمان حاضره دوامدار داخل نمیشون. یعنی ما نمیتونیم بگیم liking, loving, hating، گفتن نمیتونیم. و همین خاطر اینها در زمان present simple استفاده میشن، در زمان حاضره ساده. چهارم لایک. تشکر زیاد اپای سمیه تجیب رسی. خب رسم یک رو نگاه میکنیم. در اینجا فروشگاه هست تقریبا، بخاطر که در اینجا سیل آمده است. سیل یعنی فروختن، بای خریدن میشود، سیل فروختن. Do you like this group? Do you like this group? Do you like this group? این گروه رو تو دوست میداری، میپسندی. like با چند معنا میاد؟ به معنای مثل، به معنای مانند، به معنای دوست داشتن، به معنای پسندیدن، به معنای معقول کردن. یعنی اون لایک که مثلا در سامانه های اجتماعی میمونن میگن که لایک مونده، میگن که لایک، این به معنای یعنی پسندیدن است، یعنی مقبول، معقول شدن، پسندیدن، پسند، به همین معنا است. اما در اینجا لایک به معنای دوست داشتن یا که خب به معنای پسندیدن هم میبید. یعنی مثلا do you like this group، یعنی تو این گروه رو میپسندی یا که تو این گروه رو دوست میداری. مثلا yes I do they are great. بله yes I do، بله من انجام میدهم. اگر ترجمه کنیم نمیشد بله من میپسندم. they are great، اونها خیلی عالی هستند. great به معنای عالی، بزرگ، به معنای چند چیز میآید. خب بلکسی سلام اپای دسترخوان زیبا عزیز بابایف. لایک معنای در کار هم میآید. لایک معنای در کار، اینش راستی نمیدونم عزیز بابایف، چرا که ندونم این که نمیدونم. لایک به معنای در کار، اینش نمیدونم که به معنای این میآید یا نمیآید. من میدونم که به معنای مثل، مانند، پسندیدن، معقول کردن، دوست داشتن، به همین معناها میآید. خب رسم دوم نگاه میکنیم. I love their music but my mom hates it. یعنی میگه من این موسیقی رو دوست میدارم لیکن مادر من بد میبیند. hates یعنی بد میبیند. hate در اصل hate است، اما اسی که در اینجا آمده است
اسی همون زمانی حاضره ساده است. hates it اون وای رو بد نبینن. I only listen to it on my MP3 player at home. یعنی میگن من فقط اون رو در MP3 خودم گوش میکنم. یعنی MP3 دیگر هم MP3 ترجمهش میکنیم. یعنی نمیدونم در تاجیکی چی میشود. این پلیر بازینگر میشود که به معنای بازینگر به معنای جهاز اپارات استفاده میشود. یعنی میشود که بگیم در جهاز MP3 هم اون رو گوش میکنم در خانه مثلا. خب و رسمی سیوم ده میپرسد که do you like rollerblading این rollerblading راستی که بار اول است دیدستم rollerblading. یک لحظه یک بار بینیمش خوب میشود. اسکیت سواری همون یک بار دیگه دیده بودیم با فکرم همون رولی که کانکی میشید کتات на роликах با زبان روسی و زبان ترکی خوب ترجمه ندارد. کتات на роликах یعنی اسکی سواری ترجمهش کنید در فارسی میخوامده است اسکی سواری. خب میگه do you like rollerblading یعنی تو اسکی سواری رو دوست میداری میپسندی. خب در جواب میگه yes I do what about you میگه بله من میپسندم دوست میدارم. تو چی یعنی در how about you مثلا درباره تو چی میشود اما در ترکی نمیگن درباره تو چی یعنی تو چی. خب رسمی 4 پیش از رسمی 4 خوندن یک کامنت. خب عزیز بابایف نوشته است که I'd like a taxi please. به من تاکسی در کره لطفا. I would like a taxi. I would like a taxi. شاید به این معنا نیز بیاید برادر عزیز شاید به این معنا نیز بیاید. باز این رو ببینیمش یک لحظه. I would like a taxi я бы хотел такси пожалуйста. به معنای خواستن زیادتر میاد در اینجا. یعنی I would like من یک تاکسی میخواهم. من مثل یک تاکسی خوابش نادرسته مثل یک تاکسی من میخواهم یک تاکسی لطفا. ترجمه درسته. خب یک بار دیگه گفته بودیم که وقتی میخوایم که ترجمه را درست تر بفهمیم با چند زبان نگاه کردن نکن. تاکسی istiyorum lütfen. Ben bir taksi gibi خوبینش نادرسته. تاکسی istiyorum lütfen. لطفاً تاکسی istiyorum. خب أريد سيارة الأجرة من فضلك. بله درست. یعنی به معنای خواستن زیادتر میاد که عزیز بابایف. یعنی من یک تاکسی میخواهم. این به این معنا زیادتر میآمده است. خب تشکر زیاد برادر عزیز بابایف برای کمک و نوشتنی مقصد که کامنت که باز یک لایک یعنی به معنی خواستن نیز می آمده است. یک معلومات دیگه برای ما نیز اضافه شد. خب در اینجا میگه I can't rollerblade but my friend Zoe can. میگه من اسکیت سواری رو نمیتوانم لیکن دوستی من میتواند. دوستی من زوی میتواند.
She is very good یعنی وای خیلی خوب است. مقصد خیلی خوب است در همین ساحه، یعنی در همین ساحه اسکیت سواری یعنی خیلی خوب است. My other friend Dave hates rollerblading یعنی دوستی دیگری من دیو اسکیت سواری رو بد میبیند. خب پنجم، رسمی پنجم نگاه کنیم. Because he always falls over یعنی اگه به خاطر چی بد دیده است؟ به خاطر که بسیاری وقت چیکار میکنه؟ میغلطد، میافتد مثلا. خب در اینجا گراماتیک است، یعنی قاعده پیشنهاد میکند We can use a noun after the verbs like, love and hate. میگه ما میتوانیم استفاده بریم اسم رو بعد از ورب، بعد از فعل های like, love و hate. مثلا چخیل یعنی I love dogs. I love dogs. من سگ ها رو دوست می‌دارم. یعنی من سگ ها رو دوست می‌دارم. His mom hates that music. یعنی مادر وی اون موسیقی رو بد می‌بیند. that اشاره برای دور، اما در اینجا میشه ترجمه کرد که همون موسیقی رو که اون موسیقی رو بد می‌بیند. We can also use the ing form of a verb after like, love and hate. میگه ما این چنین میتوانیم استفاده کنیم شکل ing رو در فعل ها بعد از همین فعل like, love و hate. چخیل مثلا they like swimming. They like swimming یعنی اونها شناوری رو دوست می‌دارن، شنا کردن رو دوست می‌دارن. She likes rollerblading. She likes rollerblading یعنی وی اسکیت سواری رو میپسندد، نقد می‌بیند. خب like, love, hate plus nouns یعنی که ing. I like this group. We love their music. Dave hates rollerblading. خب یعنی موضوع درسی امروزه به شکل مختصر، به شکل خلاصه، اگر خلاصه برآورده کنیم این موضوع رو، درباره این فعل ها یعنی like, love, hate صحبت می رود که اینها در زمان present continuous آمده نمی توانند، اما در زمان حاضر ساده آمده می توانند. و همچنین در شخص سیوم اسم میگیرن، یعنی she likes, she loves, she hates و مثل همین. خب در اینجا یک چند تمرین است، تمرین ها را کار میکنیم. Write true sentences about you with, love, like or hate. میگوید یک چند جمله درست درباره خودت با همراهی love, like یا اینکه hate نویس. مثلا در اینجا skate آورده است I skating و جایش مثلا خالی است. مثلا I love skating من دوست می‌دارم اسکیت سواری رو مثلا. یا اینکه classical music I like classical music من موسیقی های کلاسیکی رو میپسندم، دوست می‌دارم. play computer games خب در اینجا میتونیم بگیم I hate play computer games. I hate play computer games من بازی های کامپیوتری رو بد میبینم. swim in the sea یعنی آبازی کردن، شنا کردن در بحر. I like swim in the sea من شنا کردن در بحر را دوست می‌دارم، میپسندم. museums I love museums من آثارخانه ها را دوست می‌دارم. I hate tests یعنی من امتحان ها را بد می‌بینم. خب read and write بخوان و بنویس. Dave, Zoe Brain, Jenny
They play basketball یعنی این کارها رو یعنی انجام داده میتواند. کدام کارها رو؟ play basketball بسکتبال بازی کردن. comics یعنی شوخی و هزل چی میگوین شوخی هزل مضحکه. و dance یعنی رقص. و Zoe brain music go to the cinema get up early. Jenny dogs read books chicken soup. یعنی این رسم هایی که در اینجا اومده است رسم یکم دلالت کننده به love است love و دویمش like و سومش hate. یعنی در رسم یکم اگر دقت داشته باشین یعنی وای تبسم دارد. در رسم دوم حالتش میانه است یعنی لایک میپسندد میانه. اما در رسم آخرون یعنی بد میبیند یعنی هیت. کجا شده هیت یعنی بد دیدن نفرت داشتن. خب رقم یک Dave loves playing basketball. He likes comics. He hates dance. خب dance رو آورده است. خب من نویسیمش dance. یعنی he hates dance. وای دوست می‌دارد بسکتبال بازی را. وای میپسندد شوخی و هزل را. و وای بد می‌بیند رقص را. Zoe and Brian. در اینجا خب دلشد ترجیح السلام علیکم و رحمت الله و برکاته با همه هفتم لایک ایما معلم عزیز و علیکم سلام. خوش آمدین برادر دلشد. چی حال دارید همسیتون عزیز؟ معلم شما چی حال دارید؟ شکر خدا خوب. تنج شما سازین تنجین بلکسی خوش آمده در که دلشد. اکنون ما آمدم. خوش آمدم. سلامت باشین. خوش آمدین. خوش باشین فرهاد جان. خب یعنی در رقم دو زوی و برین است. در اینجا نگاه کنیم که زوی و برین چه چیزا دوست می‌دارن میپسندن و بد می‌بینن. زوی and brain love music. موسیقی را دوست می‌دارن. They like go to the cinema. یعنی اونها به سینما رفتن رو میپسندن. They hate get up early. اونها بر وقت خستن رو بد میبینن. یعنی شاید که عادتشون داره که دیر میخستن. و سیوم جنی. Jenny loves dogs. یعنی جنی سگ‌ها رو دوست می‌دارد. Jenny likes read books. یعنی جنی خواندن رو می‌پسندد. Jenny hates chicken soup. یعنی جنی شوربای مرغی را بد می‌بیند. چه چیزی با مزه را بد می‌بیند. خب در اینجا باشد میگه look at the chart in exercise to ask and answer. میگه نگاه کن به جدولی که در تمرین 2 است در مشق 2 است بپرس و جواب ده. Dave love. خب اینجا حرکت دوست داشتن است یعنی Dave love dance. خب جمله سوالی does Dave love dancing? Does Dave love dancing? No, he doesn't. He hates dancing. خب Zoe and Brain بعد میبینن موسیقی را. مثلا do Zoe and Brain hate یا اینکه خب لاف گویم بهتر است به خاطر که یک لحظه بله لاف گویم do Zoe and Brain love music. خب جواب میگردونیم no they don't. They
hate music. They hate music. یعنی اونها موسیقی را بد میبینن. خب جنی دوست داشته است شوربای مرغی را. از این شکل اگر تخمین بزنیم در اینجا می توانیم بگیم که دو خب یک نفر است. does Jenny like chicken soup؟ آیا جنی شوربای مرغی را میپسندد؟ میتوانیم بگیم که no he doesn't. He loves chicken soup. یعنی اون دوست می‌دارد شوربای مرغی را. خب رقم 4 در اینجا نگاه کنیم که از روی چهره، یعنی چهرهش یعنی دلالت میکنه که بد میبیند. خب does Dave like comics؟ آیا شوخی ها را حضر شوخی ها را میپسندد؟ خب جواب میتیم no he doesn't. He hates comics. Why حضر شوخی را بد میبیند. خب Zoe and Brain get up early. یعنی میپسندند بر وقت خیستن را. Do Zoe and Brain get up? Do Zoe and Brain hate مثلا hate get up early؟ آیا اونها بر وقت خیستن را بد میبینن؟ No they don't. They like get up early. خب آخران جنی dogs یعنی دوست می‌داره سگ‌ها را. مثلا Does Jenny love dogs؟ آیا جنی سگ‌ها را دوست می‌دارد؟ خب بد می‌بیند بگیم به خاطر اینکه دو جواب در اینجا بیاد. Does Jenny hate dogs؟ آیا جنی سگ‌ها را بد می‌بیند؟ No he doesn't. He loves dogs. یعنی وای دوست می‌دارد سگ‌ها را. خب پیش از اینکه تمرین 4 را خوانیم نظر بر یک کامنتر کنیم که دلشو تجه چخیلیه که هیچ کس بغیر از فرهاد دیگر هیچ کس با ما گپ نمیزند. راستی گپ زیخ شده. شاید مردم متوجه درس هستند برای که در درس‌های پیشین گفته بودیم که در آخر درس یکم بیش وقتی صحبت میگذاریم و بگیم که وقتی صحبت سوال و پیشنهاد و احوالپرسی و دیگر. سمیت تجه رسی و علیکم سلام. دلشاد تجه خوش آمدی. بله خوش آمدین دلشاد تجه چیزی نوشتیم کوشش کردیم ندیدم. دسترخوان زیبا چی حال دارین دلشاد تجه خوش باشید در پای سمیت تجه. خب تمرین رقم 4 میگوید ask and answer take turns. یعنی بپرس و جواب ده، یعنی take turns با نوبت. Do you like salad؟ یعنی سالاد رو میپسندی؟ Yes I do. خب با دو اگر جواب دیم Yes I do. من دوست میپسندم سالاد رو. Play computer games. Do you like play computer games؟ No I don't. I hate play computer games. Do you like parties؟ Yes I do. یعنی شب نشینی رو دوست نداری؟ خب Do you like swim؟ Yes I do. خب در اینجا جواب شده است Yes I do. I love salad. این جوابی سالاد است. Do you like swim؟ Yes I do. I love swim.
Do you like school? آیا مکتب رو نقض میبینی؟ Do you like میپسندی؟ Yes, I do. I love school. من مکتب رو دوست میدارم. Do you like play football? Uh, no, I don't. No, I don't. I hate play football. یعنی من فوتبال بازی رو بد میبینم. خب در اینجا بد جواب دادیم، یعنی نه نقض میبینم نه بد میبینم، یعنی میونه. خب در اینجا چند صحیفه شد؟ 2 صحیفه شد گرفتیم. 2 صحیفه شد گرفتیم. 1 2 یعنی خواستن. let's بیو میشود، یعنی شکل درخواستی است. موضوع نو سر میشود در اینجا. خب این موضوع نو رو میگذاریم به درسی آینده. خب مرحمت، اگر یگون صحبت، یگون سوال و جواب باشد، اگر مرحمت یگون توصیه پیشنهاد باشد بفرمایید. به خاطر چی تمرین ها رو کار نکردیم؟ به خاطر که کامنتری ها دیر میرسن، تقریبا 3-4 دقیقه فرق دارد بین کامنتری و بین صحبت های ما. خب یک لحظه. دلشد تجه خوش باشین. اپای سمیت تجه دلشد تجه. رحمت اپای زیبو ما سوز هستیم. شما چی؟ مدینه همه درس گوش کردستم برای همین. بله شاید مشغول درس بودم به همین خاطر. دلشد تجه فهمو معلم. بله خب دیگر وقتی صحبت کردن اینا بفرمایید اگر صحبت داشته باشین. مرحمت. دلشد تجه فهمو اپای مدینه دستر خون خدا رو شکر سوز دلشد تجه همه وقت ساز باشین. اپای زیبا دلشد تجه من امروز دیر کردم برای که کار داشتم. بخشش هیچ گپ ندارد. هر وقت که وقت پیدا کردین مرحمت بیاین کار داشته باشین، از پای کارتون شوین. آشخانه با بسم الله. سلام علیکم. و علیکم سلام. همه کزن نغز هستید. شکری خدا ساز تنج خوش آمدین آشخانه با بسم الله. تشکر برای اومدنتون. دسترخوان زیبا. و علیکم سلام. خوش آمدین اپا جان آشخانه. دسترخوان زیبا خدا را شکر ساز. شما چی حال دارید اپا جان آشخانه؟ آشخانه با بسم الله. خوش باشید زیبا جان. بلکسی خوش آمدید اپای آشخانه. آشخانه با بسم الله. بلکسی رحمت خوش باشید. دلشد تجه اپای سمیت تجه رحمتی کلام کی در کانال یک کس افیر کردسته نوشته که دستگیری به 128 کانال. خب کجا بودیم؟ آشخانه با بسم الله. خوش باشید زیبا جون. بلکسی خوش آمدید اپای آشخانه با بسم الله. بلکسی رحمت خوش باشید. دلشد تجه اپای سمیت تجه رحمتی کلام کی در کانال ما ابونه شدین. لیکن ما ویدیو ندارم. مدینه رحمت معلم به شما برای درس. سلامت باشین. درس چه خیلی بود؟ آسان است؟ دشوار است؟ چی کم بودی داریم؟ یعنی کم بودیم اونا میگفتیم خیلی خوشحال میشدیم. شاید تیز گپ میزنیم، شاید آسته گپ میزنیم، شاید خوب ترجمه نمیکنیم، شاید خوب نمیخونیم. یعنی خواهش میکنیم یک نظرتون بگین برای کمبودی ما را بگین. نظرتون بگین. مقصدی من نیست که تعریف کنین، مقصدی من که کمبودی ما را بگین تا که ما اصلاح شیم و یکم پیشنهاد داشته باشیم باز درس را در آینده خوب تر کنیم. خب اپای مدینه یا خواهر باشین، خواهر عزیز. سمیت تجه ورسی فهمو من دیدم که شما این برای همین بلکسی اپای سمیت تجه شما در من پدپیسه شدن، من هم در شما پدپیسه شدم. بلکسی کانال دارین شما؟ اگر داشته باشین در شما هم دستگیری کنیم. دلشد تجه اپای سبرینا خوش آمدین. دلشد تجه درس زور رحمت معلم. سلامت باشین. دلشد تجه نظرتون چی است درباره درس؟ چی کمبودی ها هست؟
чикор бояд кунем ки боз беҳтар шаванд дарсҳо. Ягон камбудӣ боша, агар мефаҳмондем хеле хуб мешад. Дилшод эҷе дарси хуб хондем. Ошхона бо бисмиллоҳ. Дилшод эҷе раҳмат, хуш бошед. Семият эҷе враси раҳмати калом блекси дидам. Дилшод эҷе апай Сабрина бихоҳед дар каналтон обуна шавам агар хоҳед. Ошхона бо бисмиллоҳ. Видеои нав партофтам, як дастгирӣ кунед ҳамсинфо. Хоб ҳозир видеои навтона мебинем. Ошхона бо бисмиллоҳ. хуб, инҷа апай Самира Сумайя эфир доштан. мо гуфтем ки эфиртон мемонем, рафтан мегирам. Эфиршон тамом шудааст ё ки часпидааст, барои ки навишта шудааст ки трансляция завершена. ошхона бо бисмиллоҳ. машоаллоҳ хеле кам мондем. 959 аллакай 41 нафар пас 1000 мешавем. беҳтарин. хеле хушҳол ҳастем ки ба 1000 наздик омадем. ошхона бо бисмиллоҳ. Видеои нав гуфтен кадома дар назар доред? Ами реклама каналов тук-тук кто тут? Кто хочет рекламу, пишите в комментариях. Ҳамин боша? Агар ҳамин боша, первую очередь я хочу. Хоб, ошхона бо бисмиллоҳ. Дилшод эҷе чуба не welcome. Welcome. Лекси якам ман канал надарам, агар не мерафтам подписчик ҷамъ мекардам. Дилшод эҷе ака хай як гап бигам, хафа намешавад. Не, чиро хафа шем? мо вақте мегем камбудиамон набигем, агар хафа шем мегем нагем. марҳамат бигем. Дилшод эҷе оиди ҳамин канал боша, оиди дарсо боша, марҳамат бигем, хафа намешем. Дилшод эҷе хавотирмон кана. Дилшод аллахон шудем, ягон гуноҳ карда бошем, ягон кутесар бия ки дилам кит дорад. Дилшод эҷе апай Сабрина агар хоҳед. Welcome sister Sabrina. Агар хоҳед welcome sister Sabrina. хоб, ки ошхона бо бисмиллоҳ ҳаминҷа ҳастем. ҳамин видеои якумтон ҳамин боша, яъне реклама каналов. агар ҳамин бошан ошхона ба хотире ки полни видео дар ин видео биан копия мешавад. шояд ки жала биёяд ки видеои дигар каса шумо дуздидагием бигем да. ба ҳамон хотир ҳамаша намемонам. хоб, шашум лайк.
خب اینا کامنت نوشتیم چرا گفتیم همه ویدیو رو نمیمونیم. خب اکنون کامنت رو بخونیم کجا بود. اکا خیلی یک گپ بگم خفه نمیشه. خب ایرا خوندیم خفه نیستیم. آشخانه با بسم الله گپ نیستی چه شما همه وقت هستی رکنه و هستیم در ویدیو همش نموندم بخاطر گفتم کپی نشود در افیرما دل شد ولی بعد افیر تماشاش میکنم. دل شد تجه آواز یک کمی پست میآید لیکن ساز است رحمتی کلام. دل شد تجه امیر درسی گذشته کسی بود گفت که آواز پست های راستین جان اگر دیدسته باشین همینو رو همش بلند کردگی اینا همش بلنده. نمیدونم چرا آواز پست میرفته باشه. این از کامپیوترم چی از پست بود است. آواز چی شد؟ یکی اجازه بلند گپ زنیم. آواز این که آواز چی شد؟ برای ما آواز نمیشنوم. من کمیت از تلفن خونده بودم و از اکرانم حوض نمیخونم. آواز چی شد؟ باز ای تلفن موندم از دیگه کانالم. برای ما آواز نمیشنوم. ای تلفن. من کمیت از تلفن خونده. این آواز بلند خشرو های. و شاید از اکرانم حوض نمیخوندم از اکران کامپیوتر. شاید از اون مشکل همون کامپیوتر بود. از این مکو باید برگه پاس کنم ای کامپیوتر چی میشه آواز. این آواز یه بار پاس کردم. آواز چی شد؟ دل شد بلند گپ زدم. دل شد تجش شنیده استیم. آواز این باز ای تلفن موندم از دیگه کانالم. برای ما آواز نمیشنوم. ای تلفن کامپیوتر. خب راستی همین قدره که دل شد تجه که جدا بدهیم. آواز یک کمی پست میآید. خب خواندیم لکسی اکا دیلتون کت نکند انشالله بخیر. آشخانه با بسم الله رحمتی چه سلامت باشین. دل شد تجه معلم نه میخواهم یگان کس را خفه کنم ای باری همین یوتیوب. نمیخواهم معلم نمیخواهم یگان کس را خفه کنم ای برای همین یوتیوب. نه ای خفه کردن نیست. این برعکس یعنی کمک کردن است. یعنی وقتی یک پیشنهاد و توصیه میکنین این یک کمک به حساب میروند. مدینه درس ساعتی 20 گفتین 22 شد. 20 من با وقتی مسکو گفتم که جان که بخشش من برادر رو بعضی وقت جون میگه. اپای مدینه 20 با وقتی مسکو گفته بودیم یعنی 22 شد. یعنی شاید شما در وطن هستین یعنی ما در مهاجرت مهنتی هستیم دویم با وقتی مسکو میگیم چیزامونه درسمونه. این شد اینجا بسیار آدمان میدارن در افیرها هر گپ میگن. من نمیخواهم یگان هر گپ بگم. فهمو بخیر از هیچ کنه میکنه. خب اینجا دل شد تجربه چیزی نیستین کل کردین دما نامد. آشخانه با بسم الله شما هم چیزی نوشتین کل کردین دل شد تجربه ساز شد معلم. خب ساز شده باشه بهترین. خب در همینجا دوستان عزیز دیگر خداحافظی میکنیم. یگان چیز پیشنهاد و توصیه داشته باشین مرحمت بفرمایین. اگر نه دیگر تشکر از همتون. صحتمند سلامت سربلند باشین. رحمت برای آمدن و دستگیریاتون. خب لکسی کمی ناراحتم امروز روی همین یوتیوب یک کس وضعیتش بزیب شد. فهمو ولی کیم یک چند روز پیش یک خواهرم در آمده بود یوتیوب کو گفته که سفر میکنم
امروز هم فهمیدیم که سفر داشته است. خداوند سفر نیک و به خوبی بوده برسونش در وطن و برایش زندگی خوب خوش نصیبش بگرداند. آشخانه با بسم الله همه وقت خیر نغز مونه. سلامت باشین آشخانه. خب در همینجا خیر خوش میکنیم. باز فردا ساعت 8 زبان ترکی است. خب یک بار دیگر وقت های درسه میمونیم تا که برای شما معلوم شود یا کسانی که بعدا ویدیو رو تماشا میکنن برایشان معلوم شود که درس ها ساعتی چند هستند. یعنی زبان انگلیسی گراماتیکا، یعنی از کتاب نیو گرامر تایم که حاضر گفته گذاشتیم خواندیم، یعنی از همین کتاب روزهای دوشنبه پنجشنبه. و زبان ترکی از کتاب استانبول یک سه‌شنبه جمعه. و زبان روسی برای نو آموزان، یعنی که نو یادگیران بگیم، از کتاب داروگا в Россию چهارشنبه شنبه. همشون ساعت 8 هستند، 8 با وقت مسکو. دلشد جمالیم به دیدار دیگر. خدا حافظ و روی سفید به حقه مولا گیرم. سلامت باشین دلشد تجه. صدرالدین عبداللهیف السلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدین برادر صدرالدین عبداللهیف. دلشد تجه. خدا حافظ همسینفای عزیز. سلامت باشین، خداوند نگهدارتون باشه. صدرالدین عبداللهیف چه خیلی برادر. شکر خدا سازتین. شما سازین خوبین. خب دیگر ما هم افیر قطع کردنی بودیم. شما در آخر افیر در اومدیم یکون پیشنهاد توصیه و سوال داشته باشیم مرحمت. اگر نه در همینجا خداحافظی میکنیم و تا فردا همگی در امان خدا باشین. موفق و مؤید سربلند باشین. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. خوابای خوش. صدرالدین عبداللهیف شادیار. ای اکای شادیار چی حال داری؟ خوبی تنجی؟ خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین. یک بار دیگه هم در آمدین. راستی ما فراموش کردیم دیگه که با کدام نام بود. تشکر زیاد برای آمدنتان. سلامتیان چه خیلی است؟ خوبین؟ اکای شادیار مسکو هستین اگر خطا نکنم. مسکو. یعنی سلامتیان خوب است به خاطر که یک بار شنیده بودیم که شاید کمی بیمار شدگین. حاضر چه حال دارین؟ خوبین؟ بلکسی 3 روز شد که من پلیلیستاشا موندم برای که دیگر افیر نکنید که گپ و خبر نشود. من گفتم که دیگر افیر نکنید، دستگیری میکنم ساعتاشون پر شود انشالله. فهمو. بهترین دستگیری که یعنی افیر نکنن، ما پلیلیستاشون تماشا میکنیم. دستگیری خیلی خوب اولی جناب. بلکسی خداحافظ. با شما نیز خداحافظی میکنیم. اکای شادیارها تبسم. خب در اینجا افیر قطع میکنیم. اکای شادیار باز رقماتونه از برادران میگیریم. رقم های پیشکینتون داشتیم، نمیدونم باید کار میکنن نمیکنن. ما هم دو برش تلفن
فرمت میکنیم. یک بار تلفن نو گرفتیم دیگه نمیدونم ولی هستن نیستن و در تماس میشیم انشالله با صحبت میکنیم. از برادر یعقوب جان شاید داشته باشه. از برادر یعقوب جان میپرسیم. بلکسی به خاطر خدا. بله به خاطر خدا. یعنی اونها گفتن که زندگیشون کم ترک چشیدن، خوب میشه که افیر یا نکنن یا که کلید ندهن. همه خیلی برادرای باشن که مثل شما دستگیریشون کنن، پلیلیستشون رو تماشا کنن و وقتی که پلیلیست تماشا کنن البته دقیقه زیاد میشه، یعنی مینوتاشون زیاد میشه. خب دیگر وقتتون از این زیاد نمیگیریم.